بر اساس یک برآورد، سالانه میلیون‌ها تن غله و سایر محصولات کشاورزی و غذایی به وسیله موش‌ها در سراسر جهان از بین می‌روند. همچنین اتلاف سرمایه‌ها از طریق جویدن مواد غیر خوراکی مانند کابل‌های برق، تلفن و لوله‌های آبیاری و انتشار انواع بیماری‌های عفونی و مسری از خسارات بارز جوندگان است. از سالیان دور شرکت سمیران با تولید انواع جونده‌کش‌های ضربه، برومو، پساک، دارکی، برادیفا کمپاستا، سمیرت و جعبه تله موش و تله زندگیر از بروز خسارات جوندگان در بهداشت و کشاورزی جلوگیری می‌نماید. کلیه محصولات تولیدی شرکت سمیران برای مقابله با ایجاد مقاومت در جوندگان از تنوع فرمولاسیون برخوردار است و مطابق با استانداردهای بین‌المللی WHO و FAO در مراکز علمی کشور ثبت شده و عرضه می‌گردد. سمیران، نامی آشنا در بهداشت و کشاورزی ایران.